آبی چشمم شد روان از حال زارت پدرم، آبی چشمم شد روان از حال زارت پدرم، رفته رنگی سرخ زرو از تن مدارت پدرم، جر بجر گفتم بیایه تا به تو درمان شود، هیچگاه درمان نشد بر جسم جانت پدرم، آب چشمم شد روان از حال زارت پدرم. کجایی نبود درد توزی تا که پدر جانش را شفای کامل داده باشد. افسوس که به درگاه خودش در کار بوده است و امروز از بند اجل اکای ناصر جان رحیموف رهایی یافتن نتوانسته و امروز بیاید که دو سخنی را بهر پدرجان عزیزش به ناظم جان رحیموف داده باشد. مرحمت برادر عزیز. تشکر زیاد سرآول سلام دیگه پایان به همه شمایان مهمانان پدرجانم. من یگانه خصلتی پدرم همین بود که یگان بار منفعتی خودشان را یگان بار کار میکردن. همین بعضی شعرها میخواندن خواهی استاد لایت بزرگوار همین شعر رو به آهنگ بسته بودم. هر زمان که همین سرود را وقتی که خوانند آبی عشق میریختند که غمی ملت میخوردن، غمی اهل دیه ما میخوردن. این شعر این بود که چو یک پیر خیرت میرد بمیرد جمله آثارم، چو یک همسال من میرد گرانتر میشود بارم، درخت بشکند گویی میانم بشکند ای داغ، چو فکری برغلط باشد شود افگارم، چو من از تخم دهقانم بسبزد تا همه کشتش، نبارد ابر اگر باران سریشک از دیده میبارم. گفته میخوای غمی دهقانای میخوردن اولا، یعنی همه دهه اونجی دهه ولایت ما رو میخوردن. من باز میندولی خودم رو به اهل آیلم میرسونم که به خواهرانم مادرم میرسونم که من اوی میکنم که من احسن سخت رو ببینم دادم گفته که آما اثبات کردن که از منم سخت جسمی دارم پدرم رو. الویدا پدر جان، الویدا الویدا. اگر از سیرباری درختی بشکند غم نیست و اگر شوخی چونین مردانی بزرگ بشکند گریه ما گریه. باوری دارم که روح و ارواح شادروان ناصر جان رحیموف شاد میگردد و چی که در دل علمی فرزندانشان و بیرهایشان اهل آیلهشان و مخلصانشان امیدهای نیک داشته باشند عملی گردد و خانه آخرتشان آباد باشد. و در آخر سخن من از نام تمام مخلصانشان که خیلی مخلصانشان اکای ناصر جان رحیموف دوست می‌داشتند، معرکه نیست که در حدود جماعت دهاتی اونجا به اشتراک ناصر جان رحیموف برپا شده باشد. بنابر همین میگویم توی بود و نبود ملت من، توی سمت سجود ملت من، سرود عمر من پایان پذیرد، تو میخوانی سرود ملت من. مردم دهات اونجی و ولایت سرخ زمین با کار و پیکارش استعداد والای شادروان ناصر جان رحیموف افتخار میکند. بنابر همین میگویم الویدا الویدا الویدا. حافظ نامی بلبل خوشآواز جماعت دهاتی اونجی ما. یادگار ز خویشتن بگذار،
زندگانی برای مردن نیست. استاد ناصر جان رحیم 63 سال عمر دیدن. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بنده خدا هستیم و قضا و قدر خدا راضی بودن وظیفه بنده مؤمن است. شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا 57 سال عمر دیدن. پیغمبر خدا حضرت محمد علیه السلام 63 سال عمر دیدن. اصلا هر دقیقه عمر ما غنیمت است. انسان به دنیا می آید، باز از دنیا می رود، لیکن بعضی انسان ها هستند که یک محله می شناسند، بعضی انسان ها هستند یک دیه می شناسند، بعضی انسان ها هستند که ولایت می شناسند، جمهوری می شناسند. از همان جمله انسان های مشهور استاد ناصر جان رحیم برای خلق و ملت خدمت کردند. از آنقدر چی باقی ماند؟ وقتی که انسان وفات میکند همه عمل ها منقطع می شود، یعنی ثوابیتش باز داشته می شود. وقتی که از وی یک جای آباد ماند، صدقه جاریه باشه، یک جا را آباد کرده باشد، درخت شنانده باشد، فرزندان صالحش باشد، یا دیگر اون چی شریعت معین کرده است شاگردانش باقی مانده باشد. از استاد همه باقی مانده است، هم جای آباد، هم فرزندان صالح که دوام دهنده کسب پدر هستند، هم شاگردان زیاد. امروز ما و شما باید در حق این کسب دعا کنیم. وقتی که انسان تابوت جنازه را میبیند باید فکر کند که خب ناصر جان گذشتن، من گذرم چه خیلی میشود. باید انسان و قدر یکدیگر رسد، هر یک دقیقه عمر را غنیمت داند. از دستش آید کار خیر، کار ثواب کند، از دستش نآید از بدی خودداری کند. بیایید همه ما در حق استاد دعا کنیم که الهی آن عملهایی که در قید حیات کردن، برای خلق و ملت خدمت کردن، مونسی قبرشان گرداند. فرزند، اهل و عائله تا دم آخرین خدمتشان را به جا آوردن. اینها به صبر جمیل عطا فرماید. از عذاب قبر خدا نگه دارد. سوال منکر و نکیر را جواب دادن به زبان گویا دهد. 4 تکبیر صلات جنازه را خدا و درگاهش قبول فرماید. وقت یاسین خواندنی مولا تو گریان می شدی، پیش چشمت جلوگر می شد مزارت پدرم، آب چشمم شد روان از حال زارت پدرم. نفس با خویش بودن زندگیست، بین نیش بودن زندگیست. در جهانی آرزوهای نجیب از سواران پیش بودن زندگیست.
زندگی یعنی پرتش ویش بودن زندگیست عاقل و دیوانه هوشیار مست یعنی پرتش ویش بودن زندگیست ای زندگی میانی این همه بیش و کمی از کمی ها بیش بودن زندگیست از سبک باران ساحل دورتر یعنی دوران دیش بودم زندگیست زندگی زندگی در میانی این همه بیش و کمی از کمی ها بیش بودن زندگیست از سبک رانی ساحل دورتر یعنی دوران دیش بودن زندگیست از سبک رانی ساحل دورتر یعنی دوران دیش بودن زندگیست